پیش از همه اگر به صحیح بخاری نگاه کنیم، در ما حدیث انس ابن مالک است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من نسی صلاة فلیصلیها اذا ذکرها فلیس لها کفاره الا ذلك. هر کسی که نماز رو فراموش کرد، در صحیح مسلم اومده است که یا خوابش برد یا خواب کرد و از نماز غافل ماند یا که فراموش کرد، هر وقتی که به یادش زد حتما آن نماز را بخواند و آن نمازی که به خاطر فراموشی یا خواب نخواند، کفاره اش یعنی جبران آن فقط خواندنش هست. یعنی پیامبر گفتن شما تو فراموش کنید نماز رو، که در شریعت اصلا برای فراموش خاطری گناه نوشته نمی شود. مثلا اتفاقی است، حتی در باب نماز پیامبر گفتن نماز رو اگر فراموش کنید، کفاره اش آن جبران آن فراموش خاطری شما یا که خوابتان برد و در بامداد مثلا در روزهای درازی تابستان خسته نتوانستید که شبها خیلی کوتاه هستند، شما همون لحظه‌ای که به یاد آوردید بخوانید. یعنی حدیث صحیح در بخاری هست که پیامبر امر میکنن که نمازی که حتی از روی فراموشی نخواندی بخوان. و این چنین حدیث در باز بخاری هست که پیامبر وقتی همراه صحابه ها رضی الله عنهم از جنگ خیبر برمیگشتند، نصفه شب کمی با هم میمانند و دیگر بامداد در وقت بامداد بیدار شده نمیتوانند. اگرچه حضرت بلال میگن من شما را بیدار میکنم، ولی حضرت بلال هم در خواب میمانند و وقتی فقط با شعاع آفتاب از خواب همگی بیدار میشوند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت بلال میگویند بعد از آفتاب کلا طلوع کردن از آن قامت گو و نماز بامداد همون همگی قضا کرده رو حتی با جماعت میخوانند. پیامبر با جماعت میخوانند. و اینچنین در جنگ خیبر هم به خاطر اینکه دشمن داشت از هر طرف هجوم میکرد و خیلی حالت مسلمان ها وزمین بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخاری صحیح بخاری آمده است که نماز عصر رو قضا میکنند و میخوانند و یک بار شام رو میخوانند. در سنن ترمذی آمده است که حتی 4 نماز همون روزه رو قضا میکنند. 4 نماز رو یا گفتیم با هم میخوانند، نماز پیشین و نماز عصر و نماز شام گفتن که بعضی علما میگن نه 4 نماز نبود، 3 نماز قضا شده، با 4م نماز همش خوانده شد. معنای حدیث این است. یعنی پیامبر این نماز قضا رو خوانده بودند و حدیث در صحیح هست، در بخاری هم هست، در دیگر مسلم هم هست و ما گفته نمیتوانیم که در عمرشان پیامبر قضا نخواندن. این گپ رو اصلا گفته نمیتوانیم. اکنون از روی فراموشی رو چه خیلی گفتن پیامبر بخوانید، گفتن